سلام به روی ماهتون. من محمود کاملی هستم. در این ویدیو به متلقو که از جمله شهرهای زیبا و مدرن مازندران و منطقه عباس‌آباد هستش اومدیم. توی این ویدیو به جمشید جوانشیر میپردازیم که مؤسس شهر متلقو هستش و اولین شهردار زن ایران خانم پریمرز فیروزگر. تاریخچه متلقو رو بررسی میکنیم و بهترین زمان سفر به متلقو رو بیان میکنم. لطفاً تا پایان این ویدیو همراه من باشید. من محمود کاملی هستم و اینجا آزور تریپسه. متلقو یا ساقی کلایه یا سلمان شهر از جمله شهرهای زیبا و مدرن مازندران و منطقه عباس‌آباد به شمار میاد که به دلیل موقعیتی محصور در دریا و جنگل طرفداران بسیاری داره. این شهر کوچیک توریستی که اولین شهرک ساحلی دریای خزر نیز شناخته میشه، در فاصله کمی تا تهران و در ساحل دریای خزر واقع شده. متلقو رو به واسطه تفریحات آبی و هتل‌ها و مراکز خرید یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور و جاهای دیدنی مازندران میدونن. داستان پیدایش متلقو و شکل‌گیری اون به عنوان یک شهر ساحلی زیبا به سال 1338 خورشیدی برمیگرده. داستانی مرتبط به یک کارآفرین دلسوز و بانویی که نامش به عنوان اولین شهردار زن ایران در تاریخ کشور به ثبت رسید. در این ویدیو با تاریخچه متلقو، دلیل نامگذاری این شهر بیشتر آشنا میشیم. متلقو مشهورترین عنوان یکی از شهرهای کوچیک مازندرانه که در گذشته به اون ساقی کلایه میگفتن و پس از انقلاب به سلمان شهر تغییر نام داد. این شهر ساحلی زیبا بخشی از شهرستان عباس‌آباد محسوب میشه که در فاصله 8 کیلومتری شرق عباس‌آباد و 5 کیلومتری غرب کلارآباد قرار داره. متلقو با نام فعلی سلمان شهر با حدود 750 هکتار مساحت و 14,000 نفر جمعیت یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری در شمال کشور ایرانه. شهری در مجاورت دریای خزر که از یک سو به دریا و از سوی دیگر به جنگل منتهی میشه. علاوه بر کمترین فاصله ممکن با دریا، ظاهر نسبتاً مدرن این شهر و وجود مراکز تجاری مختلف اون گردشگران بسیاری رو راهی این بخش از استان مازندران میکنه، به طوری که گاهی جمعیت این شهر کوچیک ساحلی به 200,000 نفر افزایش پیدا میکنه. متلقو در فاصله 194 کیلومتری شهر ساری و 173 کیلومتری شهر رشت واقع شده و تا تهران نیز حدود 220 کیلومتر فاصله داره. دسترسی به این شهر زیبای توریستی از چند مسیر امکان پذیره و از جاده های چالوس، هراز و اتوبان قزوین رشت نیز میتونیم به متلقو سفر کنیم. چنانچه از جاده چالوس راهی متلقو بشین، پس از رسیدن به این جاده زیبا میتونین از مسیر جاده ساحلی سیاه کلرود مازندران خودتون رو به عباس‌آباد و سپس به متلقو برسونید. اگه جاده هراز رو برای سفر انتخاب کنید، ابتدا باید به سمت محمودآباد برین و سپس رهسپار چالوس بشین و از اونجا به سمت متلقو حرکت کنید. متلقو در مسیر ارتباطی چالوس به شهسوار و رامسر قرار گرفته. از اتوبان قزوین رشت مسیری متشکل از شهرهای زیبایی چون رشت، لاهیجان، رامسر، شهسوار و در نهایت متلقو رو پیش رو خواهید داشت. جایی که امروز به عنوان متلقو شناخته میشه، زمانی نچندان دور تنها نقطه ای از ساحل زیبای دریای خزر بوده. شخصی موسوم به جمشید جوانشیر در سفر خودش به شمال کشور و منطقه کلارآباد شیفته طبیعت چشم‌نواز و همجواری جنگل و دریا میشه و با دیدن جنگلی متروکه به فکر آبادی جنگل و تبدیل اون به یک باغ مرکبات میفته. این جنگل رو به نابودی در کلارآباد قرار داشت که شهر کوچکی در اون روزها بود و امکانات محدود شهر جوانشیر و دوستانش رو برای تهیه نیازهای اولیه زندگی راهی عباس‌آباد میکرد. بنابر گفته های موجود
ایده تبدیل جنگل‌های متروک به باغ مرکبات به دلیل بستر نامناسب خاک و سرمای هوا با شکست مواجه میشه و جمشید جوانشیر رو وارد مرحله دیگه‌ای از زندگیش میکنه. در اون زمان این ناحیه از شمال کشور دارای 3 هتل گران قیمت در شهرهای رامسر، بابلسر و چالوس بود. اما همین قیمت بالا مانع اقامت اکثر مسافران یا گردشگرانی میشد که برای کار یا تفریح به مازندران می آمدند. از این رو ایده تازه‌ای در ذهن جوانشیر شکل گرفت و اون ساخت یک متل ارزون قیمت اما با کیفیت در این ناحیه بود تا همه اقشار مردم بتونن از اون استفاده کنن. در مدت زمان کوتاهی ایده جوانشیر به مرحله اجرا در میاد و یک سالن اجتماعات به مساحت 220 متر، 12 اتاق و 2 ویلای شیک آماده پذیرش مسافران میشه و به این ترتیب متل قو در سال 1338 خورشیدی دربهای خودش رو به روی همگان باز میکنه. جوانشیر و گروهش مبلغ 10 تومن رو برای اجاره هر اتاق و مبلغ 25 تومن رو برای اجاره ویلا اختصاص دادند تا قشر متوسط جامعه نیز بتونن به راحتی از اقامت در این مکان و استفاده از آب و هوای خوب این منطقه لذت ببرند. دقت بکنید که 10 تومن و 25 تومن 10 تا تک تومنی و 25 تا تک تومنی یا به عبارتی 100 ریال و 250 ریال هستش. وجود متل قو اون هم درست در ساحل دریا و استقبال مسافران از اون رونق تدریجی این ناحیه ساحلی رو در پی داشت. کم کم عده‌ای اومدند و در این منطقه ساکن شدند و در نهایت شهر کوچکی شکل گرفت که به بهانه متل قو از شهرت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار شد. نام این شهر کوچک تازه تأسیس و رو به رشد رو ساقی کلایه گذاشتند که از نام ساقی دختر جمشید جوانشیر و کلایه عنوان گیلکی به معنای محله گرفته شده بود. با این حال اکثر افراد این شهر کوچک رو به عنوان متل قو میشناختند. شهرداری مشترک کلارآباد و ساقی کلایه در سال 1341 خورشیدی افتتاح شد و خانم پریمرز فیروزگر همسر آقای جوانشیر رو به پاس کوشش‌های ایشان در تأسیس و گسترش ساقی کلایه به عنوان اولین شهردار این شهر و اولین شهردار زن ایرانی انتخاب کردند. روند رو به رشد ساقی کلایه سرعت گرفت و جوانشیر و همسرش نیز با صرف هزینه‌های شخصی در زیباسازی و ساماندهی این شهر کوچک ساحلی همه توان خودشون رو خرج کردند. پس از انقلاب 57 جمشید جوانشیر از ایران رفت و اموالش به مصادره دولت جمهوری اسلامی در اومد. چندی بعد وی برای رفع مصادره از اموالش به ایران بازگشت، اما موفقیتی حاصل نشد و سرانجام در سال 1387 خورشیدی جمشید جوانشیر در 84 سالگی چشم از جهان فرو بست. نام ساقی کلایه را پس از انقلاب 57 سلمان شهر گذاشتند، اما علاوه بر اهالی ساقی کلایه همچنان مسافران بسیاری هستند که این شهر کوچک رو به عنوان متل قو میشناسند. متل قو، ساقی کلایه یا سلمان شهر اولین شهرک ساحلی در ساحل دریای خزر نامیده میشه. شهری توریستی که تمام شهرتش رو مرهون مجموعه متل قوه. وجه تسمیه این متل بنابر خاطرات جوانشیر به وجود چند قو در ساحل دریای خزر برمیگرده. به گفته وی زمانی که در نیمه سال 1338 خورشیدی مشغول قدم زدن در ساحل و فکر تأسیس متل بود، چند قوی زیبا رو در ساحل میبینه و تصمیم میگیره نام متل خودش رو نیز متل قو بذاره. پروژه الماس قو که نامش از متل قو یادگار مرحوم جوانشیر میاد، امروزه به نماد اصلی متل قو و یکی از جاذبه های این شهر تبدیل شده. 2 برج دوقلوی 25 طبقه که توسط بخش خصوصی و شخصی موسوم به احد عظیمزاده ساخته شده و به برج‌های عظیمزاده نیز شهرت یافته. در نهایت برج 3 رو نیز به این پروژه اضافه کردند و این مجموعه عظیم و مدرن و لوکس با نام مجتمع قو الماس خاورمیانه به ثبت تجاری رسید. مجموعه متشکل از مجتمع مسکونی قو، مجتمع تجاری الماس قو خاورمیانه،
هتل 5 ستاره دولوکس بین المللی الماس و مجتمع ورزشی الماس که امکانات و ظاهر مدرن و متفاوتش رونق دوباره‌ای به متلقو داده. در حال حاضر تصویر برج‌های عظیمزاده که در نزدیکی ساحل متلقو قرار داره به اولین و مهمترین تصویر سلمان شهر تبدیل شده و شب هنگام با نورپردازی زیبا شهر رو آذین میکنه. در پلاژ ساحلی متلقو علاوه بر لذت بصری و استفاده از آب و هوا و محیط اطراف، از تفریحات دریایی مختلفی نیز میتونیم بهره ببریم و اوقات خوشی رو در خاطرمون بسازیم. تماشای امواج آروم دریا در بستری از ماسه و صدف، نوای شنیدنی پرندگان و مرغان دریایی، ساخت مجسمه های شنی در ساحل زیبای سلمان شهر و فوتبال و والیبال ساحلی بخشی از سرگرمی هایی به حساب میاد که در ساحل متلقو در انتظار گردشگرانه. علاوه بر اون میتونیم از تفریحات دریایی جذابی چون شنا، جت اسکی، قایق سواری، اسکی روی آب، شاتل دریایی، هاورکرافت و پاراسل نیز در این منطقه ساحلی زیبا لذت ببریم. مکانهایی برای دوش گرفتن، مراکزی جهت عرضه تجهیزات و وسایل شنا و فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی از دیگر امکانات پلاژ ساحلی متلقو هستند. متلقو در تمام فصول سال از زیبایی خاصی برخورداره، اما اوایل اردیبهشت تا اواخر شهریور رو بهترین زمان سفر به این شهر ساحلی پرطرفدار میدونن. نوروز متلقو با ازدحام فراوون جمعیت روبروه و معمولا شلوغی شهر و ترافیک بسیار اون چندان خوشایند نیست. اما اردیبهشت برای متلقو نیز چون اکثر شهرهای ایران بهشتی زمینی رو تدارک میبینه. در اواسط اردیبهشت ماه که آب و هوا به بهترین حالت مطلوب خودش میرسه، عطر و تراوت شکوفه‌های بهار نارنج بر زیبایی این فضا اضافه میشه و اوقات دلپذیری رو به ارمغان میاره. با این حال گردشگرانی نیز هستند که ماه خرداد رو برای سفر و استفاده از تفریحات متلقو انتخاب میکنه. تعداد مسافران تابستونی متلقو نیز کم نیست و عده بسیاری ترجیح میدن تا تعطیلات تابستونی خودشون رو در این شهر زیبا در کنار ساحل دریای خزر سپری کنند. با پایان فصل تابستون و شروع فصل سرما، اگرچه تفریحات آبی و استراحت در ساحل ماسه‌ای به تدریج کم رنگ میشه، اما پاییز هزار رنگ این منطقه نیز با بارش‌های گاه و بیگاه زیبایی خاص خودش رو داره. متلقو از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری در ایرانه که آب و هوای مطبوع، موقعیت ساحلی و طبیعت سبز و زیباش در کنار مراکز تجاری متعدد افراد بسیاری رو برای تفریح یا خرید راهی این شهر میکنه. از این رو قیمت هتل یا ویلا در این شهر بالاتر از شهرهای اطراف تخمین زده میشه. با این حال اقامتگاه‌های متعددی در متلقو و مناطق اطراف اون وجود داره که افراد بنابر بودجه شخصی خودشون میتونن به سراغ اونها برند و از اقامت چند روزه و خرید و تفریح در این شهر زیبای ساحلی لذت ببرن. خیلی ممنونم که زمان گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین. لطفاً این کانال رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک بکنید و این ویدیو رو با دوستان دیگرتون به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که نظرتون رو کامنت بکنید و هر جا که هستین خوب و خوش باشین. به امید روزهای روشن و خداحافظ.